درس ششم رو شروع میکنیم. من قواعد درس ششم رو نگاه کردم، خیلی ساده بود، قبلا خونده بودیم، به خاطر این با واژگان شروع کردم. خب واژگان رو میخونیم و در همین فیلم سراغ قواعد میریم. گراد درجه، ریگن باران، زون آفتاب، تمپراتور درجه حرارت، وتر هوا، ویند باد، ویندیش بادی، regnen باریدن، es regnet بارون میاد. یا schneien یعنی برف باریدن، regnen و چه شد بارون باریدن. یا scheinen تابیدن، bewölkt ابری، heiß گرم، mir ist heiß یعنی گرممه، نگید ich bin heiß، mir ist heiß، mir ist kalt، schön schlecht bad، schön زیبا، kalt سرد، sonnig آفتابی، warm گرم، mir ist warm، windig بادی، مینوس همون -2 -3 یعنی زیر صفر رو میخواد بگه، پلوس که همون با مینوس میاد، هوبیز بریف نامه، فرایزایت اوقات فراغت، دیسکو ich gehe in die Disco، ich bin in der Disco. حواستون باشه کجا هستی کجا میری، اینا رو کار کردیم قبلا. فاراد میشه دوچرخه، فاران دوچرخه سواری کردن. خود فارن به تنهایی میشه راندن. خب مثلا اشفاق میت اوتو، دارم ماشین میرونم، ولی فارن میشه دوچرخه سواری کردن. خب کامپیوتر شپیل جلوش بنویسید ماخن یعنی بازی کامپیوتری کردن، کامپیوتر شپیل ماخن. شپورت ترایبن یا ماخن جلوش بنویسید لطفاً. اینا خیلی مهمه بچه‌ها، باید با اسماش و با فعلهاش یاد بگیرید. مثلا شپورت به تنهایی من بهتون قول میدم هیچ جای نمیتونید استفاده کنید، باید جلوش بنویسید ماخن و یا ترایبن که قبلا بهتون گفتم اینا. فاراد با فارن، بدون فارن اصلا که چی؟ ایشکاف مثلا این فاراد، خب درسته، ولی بیشتر اینه که شما بیشتر دوچرخه سواری میکنی تا اینکه دوچرخه بخری، یه بار بیشتر دوچرخه نمیخری. خب اینا تجربه است. اینترنت، هوبیز جمعشه. بریف شرایبن نامه نوشتن، شویمن شنا کردن، شویمن گهن رفتن که شنا بکنی، فارن راندن، فارن دوچرخه سواری کردن. بیاریم بالا، فرویند ترفن دوستان رو ملاقات کردن، گریلن کباب کردن، گریل کردن در واقع بیرون میریم کباب میکنیم، اون گریل هست. اینترنت زورفن توی اینترنت چرخیدن، جوگن یه حالتی مثل دویدنه ولی خیلی آهسته، نزدیک به راه رفتنه. هروله غایزن سفر کردن، شلافن خوابیدن، شیفارن شیفارن اسکی کردن، شپورت ماخن یا ترایبن، هر دو رو میتونید بگید یعنی ورزش کردن. تانسن رقصیدن، ترفن ملاقات کردن، واندرن پیاده روی تو جنگل، نوردن یعنی شمال، زودن جنوب، وستن غرب، اوستن شرق، ایم نوردن در شمال. خب اجازه بفرمایید اینا رو هم براتون ترجمه کنم، اگه نکته داشت براتون میگم، ولی نکات مربوط به سطح خودتون باید باشه بچه‌ها. اینه که میگم یاغستزایتن یعنی فصلهای سال، فریولینگ بهار، زومر تابستان، هربست تا پاییز، وینتر زمستان. حرف اضافه‌ش هم ایمه، ببینید im Frühling. Wichtige weitere Wörter: Anzug Anzüge کتشلوار، Buch bücher جمعشه یعنی کتاب، Eis یخ بستنی معنی میده، Fahrkarte لوزن. بچه فارکارته رو لوزن میکنن یعنی خریدن، کافه نمیشه ولی لوزن بیشتر میگن. فیلم خود فیلمن میشه فیلم گرفتن. گلد پول، فارکارته شد بلیت. گشفت یعنی مغازه. ich gehe ins Geschäft, ich bin im Geschäft. Geld, hast du etwas Geld? Ja, ich habe etwas Geld dabei. Dabei haben یعنی به همراه داشتن، اینجاست دیدمش. dabei haben یعنی به همراه داشتن. خب هندی یا هاندی بچه ها بگید هندی. هندی یعنی تلفن، هوند سگ، کارت یعنی کارت، کرتشن یعنی چی؟ کارت کوچیک. هاوس خونه، هویسشن خونه کوچیک نقلی.
کلبه. حتی کلبه خودش میشه فکر کنم میشه هوته. خب کوگلشرایبر خودکار. پارک wo gehst du؟ بگو میرم پارک. بگید میرم پارک لطفاً. Ich gehe zum Park. Merci. Wo bist du? Ich bin im Park. متشکر. زنده باشی. و پیکنیک جلوش بنویسید Ausflug، یعنی پیکنیک. هر دو معنی رو داره، Ausflug یا پیکنیک. بعد با ماخن میاد بچه ها. ماخن رو ننویسید، بعدا نمیتونید استفاده کنید از اینها. Reise سفر، Reiseführer راهنمای سفر، Schloss قصر، شو کفش، Speise غذا خوراک، Speisekarte لیست غذا یا منو، تاشه کیف، ولت دنیا، bleiben موندن، dabei haben همراه داشتن. بچه جای haben اگه sein بنویسید میشه همراه بودن. مثلا hey gestern war ich auf eine Party oder auf der Party du warst aber nicht dabei. waren گذشته sein یعنی بودن. تو اما نبودی در اونجا. du warst aber nicht dabei. تو نبودی. خب gucken نگاه کردن، یه نگاه انداختن. hey guck mal اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. gucken Sie mal bitte لطفا اینجا رو ببینید. خب nehmen برداشتن گرفتن، kennen شناختن. kennst du mich؟ kennen Sie mich؟ آکوزاتیوه. kennen Sie mich؟ منو میشناسید؟ nein ich kenne Sie nicht ich kenne dich nicht. mitnehmen با خود برداشتن همراه بردن. مثلا من کتاب شما رو برمی‌دارم میگم که مثلا میگم اردلان darf ich dein Buch mitnehmen؟ میتونم کتاب تو با خودم بردارم و ببرم؟ برداشتن و با خود بردن میشه mitnehmen. خب برینگم میشه آوردن، میتبرینگم میشه با خود آوردن. اینا رو الان گوشتون آشنا بشه. شیکن فرستادن، میتبرینگن اینجا نبود، من از خودم گفتم. شتارک قوی، تل عالی، wichtig مهم، سیکا تقریبا، اونگفه میشه تقریبا. براتون قبلا گفتم دخ تو معنی مهمش گفتم. چرا دخ یا دخ چرا تایید در مقابل سوال منفی. و همچنین تاکید. مثلا das Zimmer ist doch nicht klein یعنی کوچیکم نیست. immer همیشه، meist اغلب، noch هنوز، überall یا überall همه جا، zurzeit فعلا، im Moment هم میشه فعلا. im Moment یعنی فعلا، ولی مومنت تنها میشه صبر کن. Moment mal صبر کن. zusammen با هم، wir lernen zusammen Deutsch. zwischen یعنی بینه بچه ها. خب کلماتمون تموم شد. بریم سراغ گرامر فصل ششم فکر کنم، درسته؟ خب بچه این فصل 6، اینم گرامر فصل 6. بله خب براتون خیلیش آشناست مطمئنم. آکوزاتیو رو میشناسید. میخواد اینجا دفینیت آرتیکل یا آرتیکل های مشخص به شما یاد بده. شما خیلی وقت پیش یاد گرفتید و میدونید هابن دستور چی میده. این الان فعل مصدر نیست چون صرف شده، دستور آکوزاتیوی میده. پس آنسو که میشه کت و آرتیکلش در هست تبدیل به چی میشه؟ بگید دن میشه. خب تموم شد. در واقع این بحث رو میدونید. همین دن داستی دی رو اینجا چی گفته بچه‌ها؟ اون بشتیمتشو گفته. Ich möchte einen Anzug. من یک کت میخوام. اینو به فروشنده میگید. خب درسته؟ بعد کت رو میخرید، فروشنده براتون میاره، کت رو میخرید، بعد فرداش با دوستتون چی میدید خیابون، کت رو میبینید، بعد دوستتون میگه کت رو ببین چه قشنگه، بعد شما میگی ich habe diesen Anzug. این Anzug این کت و شلوار رو دارم. یا ich habe den Anzug یعنی اینو خریدم من دارمش. خب بعد نویترال رو میگیم ein، مؤنث هم میگیم eine. بچه جالبه جمعش رو ببینید هیچی ننوشته. یادتونه من گفتم هیچی نمی‌نویسیم و میتونید دو یا einige بنویسی. حالا مثالش رو دقت کنید. Ich möchte einen Anzug, ich möchte ein Fahrrad دوچرخه, ich möchte eine Tasche کیف, ich möchte Schuhe کفش میخوام. چرا گفت بدون آرتیکل آورد؟ چون شو جمعه. در جمع که نمیتونیم بگیم چرا، میتونیم بگیم یه جفت. اونجا دیگه باید بگیم ein Paar یعنی یه جفت، ولی قاعدتا هیچی نمیاریم. خب در بحث سومش میاد به شما میگه مثلا ich habe einen Anzug منفی کنیم میشه ich habe keinen Anzug.
میبینید اون واژه منفی کننده کین هم تبعیت میکنه از دستوری که فعل میده و میدونید اگر فعل نباشه حرف اضافه باشه در هر صورت دستور آکوزاتیوی یا داتیوی رو اون حرف اضافه میده، ولی فعلا نیست و هابن داره جولان میده. خب میایم پایین 4. Hast du das Buch dabei؟ dabei haben رو یاد گرفتیم. Ja, ich habe das Buch dabei. Nein, ich habe das Buch nicht dabei. بچه سوال دقت کنید مثبت بود. میبینید سوال مثبته. من سوال منفی میپرسم از شما. Hast du das Buch nicht dabei؟ کتاب همراه نداری؟ بعد شما میگی چرا؟ اون چرای همین دخ دوباره هم میتونید بگید دخ، یه بار هم میتونی بگی. اگه جوابت نه که میگی ناین، اگه جوابت بله است میگی دخ. چرا؟ چون سوالتون منفی مطرح شده. خب möchten Sie kein Eis؟ بستنی نمیخواید؟ در جواب میگه دخ، چرا میخوام. خب صرف فعل ها رو بچه‌ها چیزی خب جدید توش نداره واقعا، قبلا کار کردیم. براتون پایان ها رو گفتم، لزه ست، پایان ها رو ببینید، آخری ها رو. البته کتاب داره روی این حروفی که عوض شده تاکید میکنه. خب اینا رو شما میبینید، خودتون میتونید بخونید. من پایان ها رو تاکید میکنم، ا ست ت یا بازم ست ای ان ت و ای ان. خب فعلا هم بذار معنی کنم، یادم رفت. لیزن خوندن، ترفن ملاقات کردن، نیمن برداشتن، شلافن خوابیدن، مشتن خواستن. بچه‌ها مشتن از ماگن میاد، از موگن، ببخشید موگن. این مشتن در واقع حالت کنیونکسیون یا حالت کنیونکسیون چیزه موگن هست. خب میشه مشتن. I would like. خب حالا بعدا در بحث کنیونکسیون قشنگ براتون باز میکنم اینا. من در فعل های کمکی حتی موگن رو نگفتم، دلیل داشتم. حالا ایش ماک اگه بخوایم استفاده کنیم باید بگیم، ولی خب بعدها این موضوع رو بیشتر باز خواهم کرد. Was sind ihre یا was sind deine Hobbys؟ هوبی چیا هستن؟ جواب meine Hobbys sind lesen und E-Mails schreiben. آرتیکل ایمیل دی هست، در سوئیس das هست آرتیکل ایمیل. شما دی در نظر بگیرید لطفاً، چون امتحانات از آلمان میاد. در آلمان البته آلمان هستید که هیچ دیگه. اینو برای بچهای سوئیس گفتم. Was machen Sie یا machst du in der Freizeit؟ در اوقات فراغت چیکار میکنی؟ جواب میده Ich lese gern. هر جواب دیگه هم میتونید بدید، از کتاب پیدا کنید و بگید. از شما تو امتحان 2-3 تا بیشتر جمله نمیخوان. Wie ist das Wetter؟ هوا چطوره؟ Wie چطوره؟ ist هست، چطور هست؟ das Wetter هوا. جواب ها gut، خوب، schön، قشنگ، schlecht، bad، nicht so gut، نه خیلی خوب، nicht so schön، نه خیلی قشنگ. Die Sonne scheint، آفتاب میدرخشه. خب واو، die Sonne scheint، das Wetter ist wunderbar، herrlich، یعنی عالی، معرکه است. Es regnet، بارون میاد. Es ist windig، بادی هوا، باد میاد. Es ist bewölkt، هوا ابریه. Es scheint، es schneit، برف میاد. Es ist warm، هوا گرمه. خب Es ist kalt، هوا سرده. Mir ist kalt، من سردمه. Mir ist warm، من گرممه. Mir ist heiß، من داغ کردم. Im Sommer، در تابستان، sind es، هست، circa 25 Grad، تقریبا 25 درجه است. بچه چرا گفت es sind؟ چرا نگفت es ist؟ چون 25 جمعه دیگه، درسته؟ es sind. es در واقع دیگه معنی جدیدی داره، برای شروع جمله است. مثل es regnet. این اسی که یاد گرفتیم، اینی که اسی که الان یاد میگیریم فرق میکنه با اون اسی که یاد گرفتیم و ضمیر جانشین بوده. بچه‌ها فرق داره، حواستون باشه. es ist، es sind circa 25 Grad. خب فکر می‌کنم تموم شد. بله، شب و روزگار. این متنایی هم که راستی یه نکته بگم، این متنایی که پایان هر درس هست رو بعدا براتون ترجمه خواهم کرد. خب شب و روزگارتون خوش، براتون روزای خوبی آرزو دارم. چوس، چوس، alle Zeit، چوس.